به نام خداوند احد و صمد. بینگان گرامی و عزیزان شنونده، سلام خدمت شما. با امید صحتمندی و سلامتی شما خوبم. با سلسله انعکاس فعالیت‌های اداره ملی سایه معلومات، اینک مصاحبه اختصاصی داریم با محترم عبیدالله حجر اندرابی، رئیس سایه معلومات ولایت نیمروز. در نخست تشکر میکنیم از آقای اندرابی که وقت گذاشتند. خوش آمدید آقای اندرابی. آقای اندرابی، میخوایم در رابطه با فعالیت‌های احصایی ولایت نیمروز معلومات کلی شما داشته باشیم. سلام احترامات خدمت شما، خدمت همکارای تکنیکی و بیننده‌های عزیز. همون رقمی که شما هم در جریان هستید، اداره ملی سایه معلومات استراتژی بسیار طولانی‌مدت داره. در کنار سایر واحدهای عمومی ریاست سایه معلومات ولایت نیمروز هم فعالیت‌های چشمگیر را در زمینه‌های ثبت احوال نفوس در بخش خدمات احصایوی و در این اواخر در قسمت توزیع تذکره الکترونیکی داشتم که قابل قبول شنونده عزیز ما قرار گرفته. ثبت احوال نفوس ولایت نیمروز با همکاران عزیزی که در اوج فعالیت‌ها دارن در بخش‌های مختلف فعالیت میکنن. توزیع تذکره جدید است و بخش تولیدات و وفیات با سایر خدمات و همچنان خدمات احصایی در تمام ابعادی که از طرف اداره، از طرف مقام اداره تعیین شده، فعالیت‌ها به صورت منظم پیش می‌برد. و تذکره الکترونیکی در این اواخر فعالیت‌های چشمگیر داشته، انشاءالله در ادامه برنامه می‌پردازیم. در رابطه با تذکره الکترونیکی شما گفتین روند توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز چگونه است؟ ولایت نیمروز از زمانی که زون توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز آغاز به فعالیت نموده، به صورت نرمال و استاندارد خدمات ادامه دارد و در این حال بر ما موضوعی که بسیار قابل ارزش است رضایت مراجعین ماست و در تلاش ازی هستیم که فعالیت‌های ما به شکل معیاری ادامه داشته باشد و فعلا ما توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز به شکل نرمال ادامه. تشکر میکنیم آقای اندرابی. در مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز روزانه به چه تعداد ثبت نام صورت میگیرد و چه تعداد مراجعین روزانه در اینجا به خاطر اخذ تذکره الکترونیکی مراجعه میکنند؟ در زون توزیع تذکره الکترونیکی ولایت نیمروز روزانه از 180 تا 200 فرم پر میکنند، فرم جدید. و در این حال ولایت نیمروز زون توزیع تذکره ولایت نیمروز روزانه 230 تا 250 تن را تعیین می‌کنند. تعداد مجموعی درخواستی های تذکره الکترونیکی در این ولایت تا اکنون چقدر است و از این جمله که درخواست شده چه تعداد پروسس شده و با چه تعداد توزیع گردیده؟ از زمان آغاز فعالیت زون توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز به تعداد 41500 تن درخواستی داشتیم و خوشبختانه 38000 درخواستی متعین شده و فعلا به تعداد 18500 تن به شکل فیزیکی تذکره خود تعریف کردیم. چند مرکز در این ولایت خدمات توزیع تذکره الکترونیکی را میکند و یا کدام برنامه به خاطر ایجاد سایر مراکز هم شما دارید؟ بله، یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز داریم در تعمیر شورولی و همچنان برنامه در حال جریان است. پلان زور جدید هم داریم در ناحیه اول. انشاءالله قریب یک مژده است برای شنونده عزیز ولایت نیمروز، مرکز جدید هم به ناحیه اول افتتاح میشه. استقبال مردم از این پروسه چگونه است؟ آیا مردم علاقه‌مندی به اخذ تذکره الکترونیکی در ولایت نیمروز دارند؟ شنونده عزیز نیمروز از تمام اقشار گرفته از مصفیده و بزرگان قوم، تحصیل کرده ها، تمام اقشار از پروسه توزیع تذکره الکترونیکی حمایت و مجانبه کردن و میکنن. فعلا ما اکثریت موارد با حمایت مردم پیش میره و استقبال گرم دارن و تقاضای زیر دارن که مراکز بیشتر ایجاد شود تا اینکه خدمات بیشتر برشون. در مراکز توزیع تذکره الکترونیکی شما گفتید زمانی کار میکنید آیا شکایت وجود دارد؟ اگر شکایت هست روند رسیدگی به شکایت از شما چگونه است؟ چی برنامه دارید؟
اما رقمی که همه میدانم زمانی که در یک بخش خدمات ایجاد میشه خدمات طبعا شکایت هم وجود داره و ما برنامه بسیار عمده را روی دست داریم برای حل مشکلات از جمله برنامه‌ای که از طرف مقام والی اداره بر ما سپرده شد دیدار با مراجعین بود بر روز سه شنبه بعد از ظهر این برنامه جریان داره افرادی که مشکل دارن یا شکایت دارن شخص خود مستقیما نمایشان میبینم و به مشکلاتشان رسیدگی میکنم. با این حال شماره 450 شماره شکایت اداره است همیشه وقت به خدمت مراجعین ما قرار دارن میتونن از طریق شکایت خود درج بکنن ثبت بکنن و مشکلشون حل شد. در این حال یک واتساپ هم اداره اسوای داره اداره بلوسای معلومات که از طریق رسانه نشر شده میتونن از او دریچه هم مشکلاتشون معلومات برسونن و برای حل از اون. خب در رابطه با روند توزیع تذکره‌های کاغذی بر معلومات رئیس صاحب که آیا هنوز هم این پروسه جریان دارد و خدمات از چی گونه است؟ خدمات ثبت نفوس در ولایت نیمروز به صورت نرمال ادامه دارد. امورات ثبت نفوس ولایت نیمروز در خدمت همشهریان قرار دارد و در این حال ولسوالی‌ها خدمات خود به صورت نرمال ارائه می‌کنند. در تمام ابعاد تذکره کاغذی خدمات ما به صورت نرمال جریان دارد، هیچ کدام مانعی وجود ندارد. خدمات ما در حال جریان است. امورات ثبت نفوس در مرکز ولایت نیمروز و مدیریت‌های ما در تمام ولسوالی‌ها در خدمت همشهریان ما قرار دارد. تشکر میکنیم جناب اندرابی. در اخیر میخوایم که نظر شما را پیرامون اهمیت و مزایای تذکره الکترونیکی داشته باشیم و در ضمن پیامتان به همشهریان عزیز ولایت نیمروز و سایر همشهریانی که میخوان تذکره الکترونیکی بگیرن چی است؟ نظریه صاحب عزیز همون رقم که پروسه جهانی شدن یا گلوبالایزیشن یک امر بسیار عمده در جهان فعلا وجود دارد. افغانستان هم کشور است که آرام آرام به اون طرف قدم می‌زند. به همین خاطر گلوبالایزیشن نیاز به یک دولت الکترونیک دارد. تذکره الکترونیکی خوشبختانه با دلسوزی و مهربانی مقام عالی ریاست جمهوری و اداره ملی صحه معلومات یک پروژه بسیار اساسی برای زمینه‌سازی برای دولت الکترونیک است و اساس دولت الکترونیک تذکره الکترونیکی است. و در این حال افغانستان کشور است که چندین لحاظ مشکلات سپری کرده و در این حال چند افراد وجود دارند که چند تذکره دارند. تذکره الکترونیکی زمانی که توزیع شود این مشکل حل میشه برای تثبیت هویت برای مشخص نمودن نفوذ افغانستان در مسائل امنیتی و دفاعی رول بسیار اساسی را میتونه بازی بکنه در قضایای جنایی و در حقیقت تذکره الکترونیکی اساس تمام مزایای معاصر است. جهان معاصر به طرف یک دهکده کوچک روان است. تذکره الکترونیکی میتونه در بخش تجارتی، در بخش معاملات، در بخش ثبت اسناد، در کل در تمام ابعاد که برای رشد یک کشور ضروری است، برای رشد افراد ضروری است و برای انکشاف کشور ضروری است، میتونه یک اساس بسیار کلی و عمده باشد. و پیامتان؟ پیام برای همشهریان عزیز ما بخصوص برای همشهریان ولایت نیمروز همین است که باید این پروژه را حمایت بکنم. همون رقمی که تا هنوز حمایت کردم حمایت هم جانبی خود داشته باشم. برای ما در زمینه کاهش شکایات یا فساد و مشکلات وجود نداشته باشند همراه با تماس باشند. شماره اداره در خدمتشان است و ما متعهد به ارائه یک خدمات شفاف، عادلانه و به زمان معین هستیم. مشکلات مردم را درک میکنیم. ولایت نیمروز ولایت مرزی است، مریضا هستند، شهدا هست، معلولین هستند، اقشار مختلف جامعه مشکلات دارند و ما متعهد به ارائه خدمات استاندارد معیاری و قانونی برای همشهری عزیز خود هستیم. حمایت‌های جانبی شده همیشه خواهان هستیم و تا روز حمایتی که داشتم تشکر کنم. تشکر میکنیم محترم عبیدالله حجر اندرابی رئیس سایه معلومات ولایت نیمروز. بینندگان عزیز و شنوندگان نهایت گرامی، این بود مصاحبه اختصاصی ما با رئیس سایه معلومات ولایت نیمروز که پیرامون فعالیت‌ها و دستاوردهای آن ولایت معلومات را کردند. تا مصاحبه اختصاصی دیگر شما را به الله یکتا سپرده ایام بر کامتان.